بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله و اصحابه و من والاه. اما بعد، این آغاز شرح منظومه ابی اسحاق البیری رحمت الله علیه می باشد و نام این منظومه در نزد بعضی ها با نام طائیه هم مشهور است. برای چی؟ برای آنکه این منظومه با حرف تا به آخر می رسد. هر یک بیت آن با حرف تا به آخر می رسد، بنابراین طائیه گفتند. یعنی منظومه که با حرف تا به آخر می رسد. در زبان عربی بسیار منظومه های هست که لامیه، میمیه، نونیه، یعنی این منظومه ها با آخرش با یک حرف به آخر می رسد. بنابراین گاه ها نسبتاً به آخری بیت منظومه نامش لامیه یا میمیه یا نونیه نامگذاری هم کرده می شد و این منظومه هست. این مانند عقیده واسطیه نثر نیست، این نظم است. نظم اثری به نظم گرفته شده، یعنی ترتیب داده شده، به طریقه شعر جمع آوری کرده شده هست. نثر چی؟ نثر اثرهای بی وزن و بی قافیه نوشته شده، یا چه خیلی که به زبان لاتینی میگویند لکسیه، که این شرح ما عبارت از لکسیه هست، نظم نیست، نثر است. نثر از کلمه پاشیدن خاک گرفته شده است، یعنی چاش و پاش است. اما نظم از کلمه نظم و ترتیب، یعنی با کلمه های کم حرکت کرده شده است که معناهای بسیار را در شعرها جایگیر کرده شده است. خلاصه این منظومه هست از آن ابی اسحاق البیری، فقیه زاهد، کنیه‌اش ابو اسحاق، اسمشان ابراهیم ابن مسعود التجیبی، نسبتاً به قبیله در یمن که بعضی از گذشتگانشان از یمن بودند. و الغرناطی نسبتاً به یک منطقه در اندلس سابق و در اسپانیا حاضره به زبان روسی گرناده هم میگویند. غرناطی یعنی به زبان عربی غرناطی، نسبتاً به همین منطقه غرناط که در همانجا زندگانی کردند. البیری اینم نسبتاً به یک شهر البیره، نسبتاً به یک شهر. یک انسان در یک جا تولد می شود و در یک جا زیست و زندگی می کند. گاه ها ولایت، شهر، دیه نسبت داده می شود به دیهش، به شهرش، به ولایتش، یا عموما به بزرگتر منطقهش. همین گونه این نسبتی مصنف است. سال 375 هجری به دنیا آمدند و 460 هجری از دنیا گذشتند. الله تعالی رحمت و مغفرت کند. معاصری امام حافظ ابو محمد علی ابن حزم ظاهری رحمت الله علیه بودند. ابن حزم ظاهری 384 به دنیا آمدند و 456 هجری وفات کردند. یعنی بعد البیری به دنیا آمده، باز پیشتر از البیری از دنیا گذشتند. خب خلاصه این منظومه طائیه یک منظومه هست که بسیار فایده‌ناک است. حتی بعضی علما میگویند که در این باب یگان کتاب مثل منظومه ابی اسحاق البیری نوشته نشده است و بنابراین بعضی علما به شاگردان خود حفظ میکنانیدند منظومه البیری را، و کسی که اگر حفظ نمیکرد برای او دیگر درس ها را تعلیم نمیدادند. یعنی شرطی تعلیم گرفتن در نزد آن عالم این بود که
اول منظومه البیری را حفظ کند و فهمد. و در این منظومه مصنف ناظم یک شخص را خطاب میکند، به یک شخص نصیحت میکنند، گاه همراهی او جدال و کشمکشی میکنند و نصیحت میکنند. بعضی علما گفتند که این نصیحت برای فرزندش است، پسرشان. و بعضی ها میگن که نه، این پسر حساب نمیشد بلکه یک شاگرد، یا اینکه یک شاگرد هم نیو یک وقتی در ایام طالب علم بودنشان همراه طلب علم کرده است و لیکن اینم شاعر است، چون که از بعض بیت ها چنین برمی آید که آن شاعر که مصنف او را ابوبکر گفته خطاب میکنند با کنایه، یعنی نامش را نگرفتند. یعنی از روی آداب است که اگر انسان یک کس نصیحت کردنی شود یا تنقید کردنی شود، کنایه کرده گپ زند. کنایه یعنی نام و نسبش را صراحتا نمیگیرید، ابوبکر گفتند، پدری بکر. یعنی بسیار شخص ها هست که نام فرزندش بکر هست یا ابوبکر نام دارد یا کنیه ابوبکر دارد. بنابراین بعضی علما رحمت الله علیهم گفتند که من جستجو کردم که ابوبکر کی باشد، ولعله ابوبکر ابن الحاج، شاید این ابوبکر ابن حاج باشد. و خلاصه همین گونه مبهم ماند شخصیتی که مصنف برای او خطاب کردند نامعلوم است کی است. لیکن این دلالت به اخلاص مصنف میکند که برادرای عزیز قریب یعنی که 1000 سال می شود برای نوشته شدن این منظومه، مردم از این استفاده میبرند. ببینید علماهای کبار، ما این رو در مسجد نبوی تعلیم گرفته بودیم در نزد استادمون شیخ عبدالمحسن قاضی مدینه منوره امام خطیب مسجد جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم. بعد نماز خفتن همین منظومه رو اولین بار از ایشان شنیده بودم و تعلیم گرفتیم. بعد دیدیم که بسیار از علما شرح دادن و در اینترنت در یوتیوب چی هست، با طریقه شعر با بسیار لفظهای شیرین خواندگی هست. می توانید مثلا اون را گوش اندازید تا اینکه حفظ کردنش برای شما آسان شود. در راهتان، در ماشینتان، در تلفنتان گوش میکنید، حفظ می شود و برای حفظ کردنتان آسان می شود. و خیلی که گفتیم این آدم پسری مصنف نیست، برای آنکه در بعضی جاها همچون یک پسرشان معامله کرده هستند. و در بعضی جاها میگن که ابا بکرین کشفت اقل عیبی و اکثره و معظمه سترت. در بیت 86 میگن که ای ابوبکر تو عیبهای کمترین عیبهای مرا کشادی، لیکن اکثری عیبهای مرا پنهان کردی، برای اینکه نمیدانی همه عیبهای مرا. مصنف در این منظومه خود را سفید نکردن، نگفتن که تو مرا تهمت کردی، تو مرا غیبت کردی، نگفتن، بلکه گفتن که تو کمترین عیبهای مرا کشادی لیکن بسیار عیبهای مرا پنهان کردی، برای آنکه نمیدانی. گفتن یعنی اعتراف کردن و بسیار با لفظهای عجیب منظومه را نوشتند که واقعا بزرگان به این منظومه ثنا گفتند و حفظ کردند و تعلیم دادند و تعلیم گرفتند. بنابراین بسیار مناسب است که این منظومه را طالب علم باید حفظ کند و معناهایش را بفهمد و برای دیگرها تعلیم دهد. و این منظومه از جمله علمی آداب حساب می شود، برای آنکه در این منظومه ناظم آداب طلب علم،
و بابی از بابهای رقایق، یعنی پرهیز و زهد از این دنیای فانی و روی آوردن به حیات آخرت و غنیمت دانستن فرصت حیات دنیا، علل خصوص وقت و ایام جوانی و مشغول شدن با بهترین چیزی که در این دنیا هست و آن هم طلب علم است بیان کردند. و واقعا ابن القیم رحمت الله علیه در مدارج السالکین از عبدالله ابن مبارک رحمت الله علیه نقل کردند. انسان وقتی که سخن کسی را در کتابش نقل می کند یا همچون نقل می کند که این سخن برای او پسند آمده است، یا اینکه نقل می کند و رد می زند، ممکن سخن باطل است، این سخن فلانی غلط است گفته رد می زند. اما یک علامه مانند ابن القیم رحمت الله علیه چنین سخن را در کتابشان آوردند و همچون ثنا و همچون معجب به این قول، یعنی این قول برایشان پسند آمده است که نقل کردن. سخن عبدالله ابن مبارک گفتند که نحن الى قلیل من الادب احوج منا الى کثیر من العلم. ببینید این سخن عبدالله ابن مبارک است، یعنی ما به کمتر از آداب حاجت بسیار داریم نسبت به علم بسیار. یعنی به جای آنکه علم بسیار را جمع آوری کنیم، کمتر باید آداب جمع کنیم. ما به آداب احتیاج داریم. حتی بعض علما گفتند که علم را مانند نمک و آداب را مانند آرد استفاده بر. یعنی در پختن نام کدام ماده زیاد است، ماده آرد یا ماده نمک؟ البته ماده آرد. گفتن که علم را مانند نمک، آداب را مثل آرد استفاده بر گفتن. و واقعا طالب علم همین گونه تصور کند که به قدر آدابش او علم حاصل می کند و هر چقدر که به قدری که از او آداب نیست علمی او هم برداشته می شود و برکه علم از شخص بی آداب برداشته می شود. اصلا بی آداب علمی زیاد نمی تواند جمع گرفته. برای چی؟ برای آنکه از آداب طلب علم دوزان و نشستن در نزد علما و آداب مجلس علما هست. مسواک کردن در درس جایز نیست. در وقت درس قپیدن ریش، بازی کردن با قلم یا دست را به بالای کتاب گذاشتن خیلی نازکی ها و آداب ها هست. بنابراین علما پیش از اینکه به علم و کتاب های علمی شروع کنن آداب و طلب العلم، آداب طلب علم گفته، آداب طالب علم را تعلیم میدن. و الله تعالی هم خیلی که در پایان عقیده واسطیه بیان کردیم، وقتی که حضرت موسی را برای میقات به یک جای وعدگاه دعوت کرد، پیش از آن که به حضرت موسی وحی نازل کند و آن هم عبارت از توحید بود، اول آداب را پیش گرفت. فخلع علیک، ای موسی تو در وادی مقدس طوا قرار داری، پای افضالت را ببر کن، پای افضالت را بکش. این آداب است. و استمع لما یوحى، به آن وحی که به تو گفته می شود با خوب گوش انداز. اننی انا الله لا اله الا انا فاعبدنی، من الله هستم، غیر من دیگه معبودی بر حق نیست، پس مرا یگانه پرستش کن. و اقیم الصلاة لذکری، و نماز را برای یاد آوردن من برپا دار. ببینید پیش از توحید و پیش از نماز که ستون اسلام است، دو نوع آداب را تعلیم داد: آداب فعلی و آداب قولی. همین گونه راغب اصبهانی رحمت الله علیه در کتاب محاضرات الادبا می آورند که در زمانه خلافت منصور یک شخصی را به زندان می فرستاند. می گوید زندان ها را چرخ زن، محبس ها را با محبوس ها واخوری کن، آنها را بپرس که
ما اشد ما مر بكم فی هذا الحبس. چی روزهای سنگینی را در این زندان ها پسی سر کردید؟ چی سختی ها را در زندان دیدید؟ گفته پرس و جوابش را به نزد ما گران بیافت. وقتی که نماینده ها رفته محبوس ها را پرسیدند، محبوس ها گفتند که ما فقدنا من تأدیب اولادنا، از همه سنگین ترین و وزنین ترین عذابی که ما در این زندان ها میکشیم این است که ما از آداب دادن فرزندان ما محروم هستیم. ما محروم از آن هستیم که فرزندان خود را نمیتوانیم آداب دهیم، نمیتوانیم تعلیم دهیم. آنها بدون تربیه ما به وای رسیده ایستادند. این است برای ما روزی سختی در زندان گفتن. کسی گفتنش ممکن که زندانی چی و آداب دادن فرزندانش چیه کن. لیکن یک چیز را همه باید خوب بداند که بعضی انسان ها بسیار کوتاه اندیشه و کوتاه نظر هستند. حتی کسی را شنیدم که میگویند که اگر فلانی آدم خوب میشد زندانی میشد. میگوید از قدیم الایام در زندان دو طایفه مردم هستند: مردمی صالح، مردمی بیگناه، یعنی بیگناه در آن جنایتی که به آن تهمت شده زندان شدند، و مردمی واقعا گناهگار. لیکن هستند با گناهگارهای اساسی که در بیرون و در آزادی گشتی‌اند تا اینکه الله تعالی جزای مکمل روز قیامت برای آنها ذخیره کرده است اگر در دنیا جزا نکشند. خلاصه ببینید یوسف علیه السلام پیغمبر الله بودند، به سبب گناه نکردن وارد زندان شدند. وقتی که گناه نکردن، شخص گناهگار برای سفید کردن خود حضرت یوسف گناهکار کرده به زندان شنانید تا اینکه دیگرها فهمند که عیب یوسف بوده است. گفته و الا یوسف پاک بودند ولی 7 سال در زندان نشستند. فلبث فی السجن بضع سنین، در زندان 7 سال نشستند. امام ابو حنیفه در زندان نشستند حتی وفات کردند. شیخ الاسلام رحمت الله علیه 7 مراتب زندان شدند و بالاخره در زندان وفات کردند. و علمایی که زندان شدند بهر رسانیدن این دین مقدس اسلام کم نیستند که انشاءالله در یک مصنف انشاءالله نام آنها و کمی از تاریخ حبس و سجن و زندان آنها انشاءالله نقل میکنیم. خلاصه ببینید که مردم قدیم چی غم داشتن. وقتی که پرسیده شدن زندانی ها که چی روزهای سخت را پسی سر کرده، گفتن که از همه عذاب سخت، علم سختی که در این زندان دیدیم این است که ما از تربیه فرزندان ما، از آداب دادن فرزندان ما محروم هستیم. و این چنین علامه ابن القیم در مدارج السالکین باز سخن عبدالله ابن مبارک را آوردن درباره آداب. گفتن که من تهاون بالادب عوقب بحرمان السنن، کسی که به آدابها بی‌پروایی کند، بی اهمیتی کند، یعنی گوید که این آداب است. این آداب چی است؟ از مهم عقیده درست داشته باشه شد. آداب چی لازم است؟ گفته اگر کسی به آداب بی‌پروایی کند و سبوکی کند، گفتن که این آدم از اجرای سنت ها محروم می شود. یعنی الله تعالی این را عقاب می کند به سبب ترک آداب و از سنت این را محروم می کند. و من تهاون بالسنن عوقب بحرمان الفرائض، کسی که به سنت ها بی‌پروایی کند، سنت نخواند یا اینکه سنت ها را ترک کند، گوید که این سنت است، خانه ثواب میگیری، ترک کنی گناهگار نمیشوی. گفته به سنت ها سبوکی کند، الله تعالی او را به حرمان فرائض عقاب میکند. گفته روزی میشود که از فرض محروم میشود.
و من تهاون بالفرائض عوقب بحرمان المعرفت. و کسی که گفتن به فرایض سبوکی کند بعد از شناختن الله تعالی یعنی از عقیده محروم می شود. بنابراین بی‌پروایی به ادب و آداب این درست نیست. پیامبر صلی الله علیه و سلم در همین دنیا از روزی که الله تعالی حضرت آدم را آفریده است تا روز قیامت با آدابترین شخص رقم اول در دنیا هستند. بنابراین حضرت عایشه رضی الله عنها وقتی پرسیده شدند که خلق جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم چگونه بود، گفتند که کان خلقه القرآن. خلق پیامبر صلی الله علیه و سلم قرآن بود، یعنی 100% به قرآن عمل میکردند. هر چیزی که در قرآن دیدی پیامبر علیه السلام قرآن زنده بودند. گفتند و الله تعالی هم سوگند یاد کرد به خلق جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم و انک لعلی خلق عظیم، و تو صاحب خلق عظیم هستی، یعنی بزرگ هستی. خلق پیامبر صلی الله علیه و سلم بزرگ و این خلق و آداب جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم بود که در گرد و اطرافشان مردم جمع شدند، دین مقدس اسلام را قبول کردند. ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک. اگر تو یک شخص درشت معامله بی آداب و بی اخلاق می شدی، لانفضوا من حولک، مردم از اطراف تو می گریختند. فبما رحمت من الله لنت لهم. مهربانی الله تعالی بود که تو به مردم ملایمی کردی. الله تعالی به موسی و فرعون، به بدبختترین مرد آن وقته، به موسی و هارون برادرشان، به سرکشترین دشمن که حتی دعوای الوهیت و دعوای عبودی الهیت کرده بود، وقتی که آنها را امر کردن به سوی فرعون رود، قولا له قولا لینا، به فرعون سخن ملایم گوید. گفتم این دین مقدس اسلام را با حکمت، با سخن ملایم، با آداب به مردم رسانیده می شود. شخصی که بی آداب است، شخصی که دغل هست، درشت معامله هست، از او مردم این دینی مقدس اسلام رو قبول نمیکنن با نص قول الله تعالی. فبما رحمت من الله لنت لهم. مهربانی الله تعالی بود، این یک نعمت الله بود برای تو داد، خلق بزرگ را تو داد تا اینکه تو مهربانی به مردم کردی. فلو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک. اگر تو درشت معامله و صاحب خلق بیزب می شدی، مردم از اطرافت می گریختن. ببینید امام بخاری یک کتاب نوشتن با نام ادب المفرد. ادب مفرد گفتن، یک جلد است، حدیث ها آوردن، همش حدیث است با سند خود از پیامبر صلی الله علیه و سلم. برای چی ادب المفرد گفتن؟ مفرد یعنی علاهیده، کتاب ادب ولی مفرد، علاهیده، تنها، خاص درباره آداب. برای چی این گپ را گفتم؟ برای آنکه در داخل صحیح بخاری با کتاب آداب است، تا اینکه یگان کس اشتباه نکند که امام بخاری آدابی که در داخل صحیح بخاری از گرفت و یعنی علاهیده کرد. نه، برای آنکه آن آدابی که در داخل صحیح بخاری است، حدیث ها همش حدیث های درجه عالی است، اما آن حدیثی که در کتاب ادب المفرد است، بله بعضی حدیث های ضعیف و حدیث هایی که اسنادش از مقال خالی نیست وجود دارد، برای آنکه شرطشان در صحیح بخاری بسیار شرطی وزنین بود. بنابراین یک جلدی مکمل درباره آداب نوشتن و همین گونه کتاب ها درباره آداب زیاد است. الاداب الشرعیه لابن المفلح، آداب شرعیه از آن ابن المفلح، و خیلی کتاب های زیاد است. خلاصه برادرای عزیز، به شرح شروع میکنیم. این کتاب، این منظومه عبارت از 115 بیت است که واقعا در
آخرش مصنف رحمت الله علیهم میگویند که وقد اردفتها 6 حسانا و كانت قبل ذا 106. و در حقیقت من به این منظومه 6 بیت زیبا رو اضافه کردم و پیش از این 106 بیت بود. گفتم 106 بیت داشت و من 9 بیتی وقد اردفتها 6 حسانا من 6 بیت زیبا همراه کردم و كانت قبل ذا 106. پیش از این 106 بود گفتم، ولی در بعضی نسخه ها 112 هست و در این نسخه 115 هست. شاید باز مصنف رحمت الله علیه 3 بیتی دیگر اضافه کرده باشم. خلاصه 115 بیت است. به شرح آن شروع میکنیم. مصنف میگویند که تفت فؤادك الایام فتا و تنحت جسمك الساعات نحتا. تفت فؤادك الایام فتا و تنحت جسمك الساعات نحتا. تفت یعنی در لغت عرب به معنای تضعف و اصلی کلمه فت الکسر، شکستن. تفت فؤادك الایام فتا، روزها قلب تو را می شکند. گفتم فتن یعنی شکستنیه، یعنی میده میده قلب تو را پاره پاره می کند. به چی معنا؟ انسان اساساً از قلب و از قالب عبارت است. قلب این شاهی اعضای انسان است که اگر قلب که از حرکت باز استاد دیگر انسان از این دنیا وفات می کند. قالب باقی مانده اعضاها. اول قلب را گفتن برای اینکه شاه اعضاها هست، گفتن که تفت فؤادك الایام فتا، روزها قلبت را می شکند. یعنی وقتی که عمر انسان می گذرد آهسته آهسته قلبش ضعیف می شود. این قلب هم عمر دارد. وقتی که عمر قلب که به آخر رسید، قلب که دیگر بیکاره که شد، از حرکت که باز استاد، انسان از این دنیا می گذرد. روزها وقتی که می گذرد هر یک روزش قلب تو را کم کم می شکند. گفتن کم کم می برد، یعنی بالاخره رفته قلب تو به آخر می رسد. و تنحت جسمك ساعات نحتا، ساعت ها، منظور از ساعت ها نه ساعت هایی که در نزد علمای فلک است و یک شبانه روز عبارت از 24 ساعت و یک ساعت عبارت از 60 دقیقه است. نه، ساعت گفته عرب ها یک جزئی از وقت را میگویند. مثلا بعد نماز شام تا نماز خفتن 1 ساعت است میگن، مثلا یک وقتی هست. ساعت ها وقتی که میگذرد، روزها قلبت را میشکند، ساعت ها جسمت را. جسم که کلانتر است، برای وی را پر را برای تمام کردن چی لازم است؟ وقتی که روزها ساعت ها میگذرد، جسم تو را ساعت ها تشق، یعنی میکفاند و نیست و نابود میکند، میتراشد. حتی مانند بعض علما گفتند که آهن وقتی که تخته را میتراشد برای هموار کردن تخته و تخته کم می شود. اینو مثلا در زبان روسی نجدک گفتیان، در زبان تاجیکی حتی بسیار کم است استفادهش. بنابراین برای فهما شدنش همین اصطلاح را استفاده میبریم. مثل روزها، یعنی که خلاصه کلام مانند ساعت ها، مانند نجدک جسمت را کم کم میتراشد. یعنی تو همین چیز را خوب بدان که هر یک روزی که میگذرد قلبت ضعیف میشود، هر یک ساعتی که میگذرد جسم تو کم کم تراشیده شده ایستاده است، یعنی به پایان رسیده ایستاده است. وقتی که هر دقیقه، هر ثانیه، هر ساعت و هر روز سپری میشود، عمری تو از بین رفته ایستاده است. بعد گفتن که و تدعوک المنون دعاء صدق الا یا صاحی انت اريد انت. و منون، تدعوک المنون، منون موت است، یعنی ملک الموت. ملک الموت
تو را دعای صدق میکند، دعوتی راست، دعوتی حقیقی، دعوتی واقعی میکند که انت اریدو، یا صاحی یعنی معناش یا صاحبی هست، حذف شدگی است برای شعر. الا یا صاحی معناش یا صاحبی، آگاه باش ای صاحبم. موت شما را خطاب میکند، میگوید که ای صاحبم. صاحب شخصی را گفته میشد که صاحب، دوست، همصحبت. یعنی موت گویا همصحبتی شما باشد. برای چی؟ برای اینکه او جدا نمیشد از شما، او شما را میگیرد، آمده جان شما را میگیرد. الا یا صاحی، موت برای شما خطاب کرده، میگوید که الا یا صاحی انت اريد انت، ای صاحبم، ای دوستم، من تو را میخواهم. موت هر روز تو را دعوت میکند. یعنی معناش این است که موت روزی که عجلت میرسد به نزد تو میآید، تو را میگیرد، جان تو را میگیرد و موت از تو جدا نشونده هست. موت در کجایی که باشی میآید. پیغمبرها وفات کردند. این دنیا به کسی وفا نکرد. اگر وفا میکرد به پیغمبرها وفا میکرد. و ما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، ای پیغمبر ما یگان بشریتی که پیش از تو زندگی کردن برای آنها ابدی زیستن را نصیب روزی نکردیم. یگان انسان پیش از تو، از آنهایی که از تو پیش زندگی کردن، ابدیت نزیست در این دنیا. همه وفات کرد، از جمله حضرت خضر علیه السلام هم وفات کرده بود تا زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم. مصنف میگویند که موت تو را هر روز دعوت میکنه، دعوتی صدق، دعوتی دروغی نه، حقیقی. تو را میخواهم گفته اراک تحب عرسا ذات غدر ابت طلاقها الاکیاس بتا. مصنف میگن که من میبینم که یعنی اگر این نصیحت به شاگرد یا نصیحت به پسرشان باشد یا نصیحت به یک جوان باشد، گفتن که من میبینم که تو عرس یعنی عروسی که در زیر پرده هست او را دوست میداری. یعنی میخواهی دختر خانه‌دار شوی، یعنی میخواهی دختر داشته باشی، یعنی زن داشته باشی. در اینجا لفظ غدر، ذات غدر این آمده است، در بسیار نسخه ها خدر آمده است. اراک تحب عرسا ذات خدرین، ذات خدرین هم درست است. سبحان الله، بیت ها را نگاه میکنید بسیار در دو نسخه دو خیل آمدگی است، هر دوش هم معنای درست دارد. عجیب. یعنی بعضی نسخه ها غدر میگوید، ذات غدرین، یعنی زنها یک نوع خیانت، یک نوع کید، حیله دارند که مردهای با عقل را فریب میدهند. خیلی که پیامبر صلی الله علیه وسلم گفتند و الله تعالی هم گفت که این کیدکن عظیم، کید زنها عظیم است، گفت بزرگ است. کید شیطان ضعیف است، گفت کید شیطان، وسوسه شیطان ضعیف است. انسان میفهمد که این وسوسه شیطانی است، لیکن کید زنها عظیم است، گفت. و در اینجا کنایه از دنیا هست. در اینجا مصنف دنیا رو به زن مانند کردن، به دختری که در بالایش پرده پوشیده هست، حجاب پوشیده است، جسدی او از چشم مردم پنهان است، لیکن از سبب آنکه او را برای ما معرفی کرده شده است که دختر گفته شده است و او در زیر چادر است، لیکن در داخل او عیب هست. اراک تحب عرسا ذات خدرین، میبینم که تو یک عروسی را دوست میداری که او در داخلی پرده هست و او عیبهای داخلی دارد. تو نمیدانی آن عیبها را. تو فکر میکنی که این دختر است، فکر میکنی که این جوان است، دختری با وفا هست، گفته فکر میکنی، لیکن وی عیبهای داخلی دارد. اگر ذات خدرین گوییم، اگر ذات غدرین گوییم، تو دوست میداری یک عروسی را که او خیانت، صاحب خیانت است. عروسی خیانتکار را دوست داشتی، او یک عروسی هست که ابت طلاقها الاکیاس بتا. شخصان زیرک این زن را طلاق دادگی هستند، طلاق بت.
طلاق بعد یعنی طلاق باین، طلاق سه، آخرین سیوم طلاق اگر انسان دهد دیگه نمیتواند با آن زن خانه‌داری کند. تو یک عروس را دوست می‌داری که آن عروس در زیر پرده است و عیب‌های داخلی دارد، یا اینکه آن عروس خیانتکار است، آدم‌های با عقل و زیرک پیش از تو و این عروس رو طلاق سه دادند، نخواد تو او را خانه‌دار شوی. منظور از این عروس کی است؟ دنیا هست. تو دنیا را دوست می‌داری، جمع پول و مال دنیا، آبروی و شهرت و ذوق و زرق و برق دنیا را دوست می‌داری و شخص‌های با عقل در دنیا این دنیا را طلاق داده بودند. چه خیلی که در یک روایت ابن ابی دنیا رحمت الله علیهم آوردند که حضرت عیسی علیه السلام برایشان دنیا نشان داده شد. یعنی دنیا یعنی که در یک صورت پیرزنی بیدندان که دهانش سرخ است، سراش کال است، پوستهاش پژمرده است، ولیکن علیها من کل زینه، تمام زینت داده شده است. علل خصوص در زمانه امروزه می شود یک پیرزنی بیدندان گرفت، دندانهای صنعی شناند، می شود برای او یک نوع کسمتیکه ها کرد و برای او پریک و موی ها شنانده شود و لباس های قیمت بها و او را آرایش های بهترین و قیمت بهاترین داده مانند یک عروس دختر نشان دادن ممکن است. لیکن اصلا او یک زنی هست که دندان ندارد، پیرزن است. دنیا در همین صورت به حضرت عیسی علیه السلام نشان داده شده است. بعد حضرت عیسی علیه السلام گفتند که کم تزوجتی، چقدر خانه‌دار شدی؟ گفتند یعنی چند شوهر کردی؟ گفت که لا احصیهم، عدد آنها را نمیدانم. گفت یعنی عدد شوهرانم را نمیدانم، یعنی آنهایی که به من عاشق شدند در این دنیا. یعنی دنیا گفته ایستاد از دنیا، کسانی که دنیا را دوست می‌دارند واقعا عددش را دنیا نمیداند چند نفر هستند. همه دوستدار دنیا است الا من رحم الله، غیر آنهایی که الله آنها را مهربانی کرده است و قدر دنیا را دانستند. چه خیلی که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که لو کانت الدنیا یزن عند الله جناح بعوضه ما سقى کافرا شربة ماء. چه خیلی که در سنن ترمذی است، اگر دنیا در نزد الله تعالی به قدر قنات پشه خاموشک وزن و قیمت می داشت، برای کافر یک قلاب نمی داد الله تعالی. برای کافر میلیارد داد است. دلالت میکنه که دنیا در نزد الله تعالی قیمت ندارد، قدر ندارد. اگر می داشت نمی داد برای آنها. خلاصه حضرت عیسی علیه السلام گفتند که چند نفر خانه‌دار شدی؟ گفت که نمیدانم. بعد پرسیدند که کلهم مات عنکی او کلهم طلقکی، او شوهرهایت تو را طلاق داد یا مرد؟ یعنی زن در دو حالت از شوهرش جدا میشد، یا شوهرش میمرد سپس با یک کسی دیگه شوهر میکنه، یا شوهرش طلاق میتید. یعنی دو سبب است. گفتن که شوهرهایت از تو وفات کرد یا شوهرهایت تو را طلاق داد. جواب غیر منتظر، یعنی نه هر دوی این. گفت که بل کلهم قتلتو، من همه شوهرامو به قتل رسانیدم. گفت یعنی یگان شوهرش خودش نگذشته است، بلکه این پیرزن همه آنها را کشته است. و حضرت عیسی گفتن که بؤسا لازواجک الباقین الم یعتبرون بازواجک الماضین. وای بر حال این شوهرهایی که بعد این که دانستن که تو اینقدر شوهرات به قتل رسانیدی، با توی خانه‌دار شدن دیده و دانسته. یعنی این شوهرهایی که بعد به تو خانه‌دار شدن بسیار شخصیت های بیعقل بودند که مقصد عبرت نگرفتن از پیشینه تو. واقعا این تمثیل است، مثال دنیا هست. دنیا چیزی بنابراین الله تعالی هم دنیا زینت است گفت.
مال و ملک دنیا زینت است گفت. زینت چی؟ زینت زیبا نیست، چیزی زیبا نیست و زینت داده شده است. ببینید زنهایی که بسیار 2 ساعت در نزد آینه خود را آرایش میدهند، این دلالت به چی میکند؟ دلالت به آن میکند که آنها زیبا نیستند. خود را زینت میدهند پیش از آن که به کوچه برآیند. حرام است زینت دادن خود برای مردهای بیگانه. ما زینت نمیتیم، میبراییم همین خیل. زینتی مرد این ریش است. خیلی که حضرت عایشه گفتن که سبحان الذی جمل الرجال باللحى، پاک است آن اللهی که مردها را با ریش زینت داده است. خلاصه زینت به آن شخص لازم است که او بی‌زیب است. بنابراین الله تعالی دنیا را زینت نامید. دنیا زیبا نیست، زینت داده شده است. خلاصه مصنف هم گفتن که تو را میبینم ای بچم، ای فرزندم، ای شاگردم، ای برادرم، میبینم که عروس را دوست میداری، یعنی دنیا را دوست میداری که دنیای خیانتکار است، وفادار نیست. تو به دنیا جمع میکنی، مال و ملکی که جمع نکردی از آنها استفاده نکرده از دنیا میگذاری. ابت طلاقها الاکیاس و بطن، شخصان زیرک، پیغمبرها، علما، اولیاء الله، این زنی که تو دوست داشتی این را 3 طلاق کردند، یعنی به او اهمیتی نمیدادند، از او روی گردانیده بودند. بعد گفتن که تنام الدهر ویحک فی غطیت بها حتی اذا مت انتبهت. این زمانه خواب میکنی. تنام الدهر، دهر زمانه، عمرت را با خواب سپری میکنی. فی غطیت، در خوراک، یعنی آدمی که خوراک میکشد غالبا این در خواب غفلت است، در خواب چقور هست. تنام الدهر ویحک فی غطیت بها حتی اذا مت انتبهت. عمرت را با خواب گذرانیدی که حتی وقتی که وفات کردی بعد هوشیار میشوی. بعد هوشیار میشه که من چی کار کردم؟ عمرم را سپری کردم، عمرم را گذرانیدم. گفته بعد بیدار میشوی. خیلی که واقعا از بعض بزرگان آمده است، گفتند که الناس نیام فاذا ماتوا انتبهوا. تنام الدهر ویحک فی غطیت، زمانت را با خواب میگذرانی. ویحک، وای بر حال تو. اگر ویحک گویند این کلمه تهدید است، لیکن در این نوع اشفاق است، نوع مهربانی، شفقت هست. ویحک، وای بر حال تو میگوید، لیکن همچون مهربانی میگوید. کلمه تهدید است، او را ترسانیده ایستادید از عاقبت وخیمش، ولی از جانب شما مهربان. اما اگر ویلک گوید این هم کلمه تهدید است، لیکن در این اشفاق نیست، در این مهربانی نیست. این به غالبا به کافرها و به گناهکارها گفته میشد. ویلک، ویل بر تو، یعنی کلمه تهدید و عذاب است بر تو و در این یگان ذره شفقت نیست. ویحک فی غطیت، وای بر حال تو عمرت را در خواب گذرانیدی. حضرت علی، بعضی ها به حضرت علی نسبت میدن، ولیکن نسبتش به سهل تستوری یا اینکه به سفیان ثوری درست‌تر است. الناس نیام، مردم خواب هستند. فاذا ماتوا انتبه، وقتی که وفات کردن به هوشیار میشن. و اذا ماتوا ندموا، وقتی که وفات کردن پشیمان میشوند. و این ندموا لم تنفعهم ندامتهم، اگر پشیمان شوند دیگه پشیمانشان فایده نمیدهد. یعنی در حقیقت انسان وقتی که وفات میکند هوشیار میشود. ابن القیم رحمت الله علیه در کتاب روح آوردن که بعضی اهل قبور وقتی که مردم به زیارت قبرستان روان میگن که ای مردم دنیا، آه مردم دنیا، قدر دنیا رو نمیدانید، قدر وقت رو نمیدانید. کاش الله تعالی برای من یه لحظه مرا دوباره به دنیا برمیگردانید و من 2 رکعت نماز خوانده گشته می آمدم. فقط برای 2 رکعت نماز من
آرزو میکنم که الله تعالی برای من فرصت دوباره عمر دهد که من رفته دو رکعت نماز خونم گشته آیم یا یک مراتبه سبحان الله و بحمده گویمو گشته آیم، برای اینکه حیات آخرت حیات عمل است، حیات عمل نیست، حیات حساب است. اگرچه در آنجا آنها ذکر کنن یا عبادت کنن هم اجر نیست، برای اینکه دنیا این دار عمل است، آخرت این حوله حساب است نه عمل. یک مراتبه اقلا برای سبحان الله و بحمده گفتن الله تعالی برای من همین قدر فرصت میداد، ثانیه هست، چند ثانیه. ببینید اهل قبور آرزو میکنن رب ارجعون لعلی اعمل صالحا، پروردگارا مرا به دنیا بازگردان شاید من عملی صالح میکنم. ببینید بنابراین مادامی که امروز فرصت داری، امروز غنیمت دانی، چیکار کن؟ دنیا را امروز که فرصت داری غنیمت دان، عمل کن، نصیحت دارن. و پیامبر صلی الله علیه و سلم چه خیلی که در سنن ترمذی ابن ماجه آمده است، اعمار امتی ما بین 60 الی 70، عمرهای امتی من بین 60 و 70 است گفتم. یعنی اکثری، یعنی حساب میانه هستیم برادرای عزیز، حساب میانه عمر امتی من بین 60 و 70 است و اقلهم من یجوز ذلك، کمترین آدم ها از 70 میگذرند. اکثری مردم بین 60 و 70 است. ببینید پیامبر صلی الله علیه و سلم 63 ساله شده از دنیا گذشتند، حضرت ابوبکر 63 ساله شده از دنیا گذشتند، حضرت عمر 63 ساله شده گذشتند، حضرت علی 63 ساله شده گذشتند، یا حضرت عثمان زیادتر عمر دیدند. ولی که همه از 5 نفر انسان ها 4 نفر اینها 63 ساله شدند. یعنی بین 60 و 70 پیامبر صلی الله علیه و سلم است. من ببینید مثلا عمر امروزه مردم دنیا، مثلا کمترین عمر مردم افریقا است، حساب میانه 35 است. بله هستن افریقایی هایی که مثلا 100 گذشتن لیکن کم است. هستن مثلا افریقایی هایی که مثلا در سن 1 سالگی 2 سالگی از دنیا میگذرن و بسیار هم هستن، لیکن حساب میانه عمر آنها 35 ساله است. حساب میانه عمر افغانستان 40 ساله است در عین حال برای موجود بودن جنگ. افریقا از حساب بیماری و فقر و عمر مردم اروپا از 85 تا 90 برای آنکه به حیات خود اهمیت میدهند و غذاهای بهترین را تناول میکنند و غم و غصه و درد و کمبغلی و بیماری کم دارند. لیکن همه این را اگر گیریم و عمر همین عصر ما و عمر از عصر پیامبر صلی الله علیه و سلم تا قیامت همیشه گیریم، حساب میانه اکثر مردم بین 60 و 70 زندگی میکنند. یعنی اگر 60 گویید حیات یک انسان را ببینید، اگر 8 ساعت در یک شبانه روز اگر انسان خواب کند، از 60 سال 20 سال عمر انسان در خواب است، اگر به شرطی که 8 ساعت خواب کند. مصنف من ناظم میگن که ویحک تنام الدهرک ویحک تنام الدهر ویحک فی غطیت، حیاتت را با خواب گذرانیدی وای بر حال تو. یعنی اگر 8 ساعتی خواب کنید 20 ساعت در خواب است. با اگر مردمی ماه تقریبا 10 سال اولش یعنی که گویا که وی عمر ندید، ایام کودکیش بیفایده است، برای اینکه ما تعلیم علم نمیگیریم از خردسالی. هم مردمی هستند که از سن 4 سالگی حفظ قرآن میکردن، حفظ تاریخ میکردن، حفظ حدیث میکردن. 8 ساله استادان ما میگن که من وقتی که عقل خودم را میشناسم حافظ قرآن هستم با 10 قرائت و با 20 روایت. یعنی چه خیلی از خود کردن نمیدانم. ببینید قرآن حفظ کردن چه خیلی مشقت است. میگن که من از روزی که عقلم را میشناسم حافظ قرآن هستم با 10 قرائت و با 20 روایت. یعنی 7 قرائت صحیح و با 3 قرائت 16 قرائت میشه. و حافظ شیرازی میگوید که عشقت رسد به فریاد
ار خود زیسان حافظ قرآن زبر بخوانی با 14 روایت. یعنی 7 قرائت، هر یک قرائت 2 روایت دارد با 14 روایت، یعنی این قرائت های صحیح است. و اون 3 قرائتی شاذ با 2 قرائتش می شود 6 قرائت، با اون می شود 20 قرائت. میگن که من از روزی که عقلم رو می شناسم حافظ قرآن هستم. یک استاد دیگر ما هستن، اون کسان گفتن که من از روزی که عقلم می شناسم حافظ قرآن بودم. و یعنی که پدر و مادرای آنها مشقت کشیدگی هستند تا حافظ شدن آنها. یعنی اما عمری ما، اگر عمری مردمی ما نگاه کنید، واقعا 10 سالش حذف کنید، از 60 سال 10 سال حذف کنید. و این 8 ساعتی خوابم که بسیار آدمای کم آدم 8 ساعت خواب میکنن، بسیاری مردم 12 ساعت خواب میکنن. ببینید اگر 12 ساعت خواب کند، از 60 سال 30 سال عمرش در خواب است. با 10 سال دیگه اگر جمع کنید 40 سال عمر خواب است. با طعام خوری مردم ما برای طعام خوری 3 محل یا 4 محل دسترخوان می اندازند و در سر دسترخوان 15 دقیقه پیش از طعام آمدن میشینند، با یک نصف ساعت بعدی طعام در سر دسترخوان میشینند. حتی من این مردمی ژاپن بعضی علما نقل میکنن که نشسته طعام نمیخورد، در وقت راه رفتن به کار و آمدن به کار همون ساندویچ و شاورما میخورد. یعنی وقت خود را ضایع نمیکنن، لیکن آنها برای جمع مال و ملک دنیا. اما محدث ها هم طعام را نشسته نمیخوردن، یا پیامبر صلی الله علیه وسلم در دسترخوان طعام نمیخوردن، گفتگی حدیث ها هست. یک اگر ظاهرش گیرید گویا بی آدابی هست، لیکن برای چی با دسترخوان خورند و اون هم باشد فقط خرما هست. آخر خرما و آب حاجتی به دسترخوان ندارد. همون طبقی که در اون طبق خرما می ایستد، در یک دیگر طبق آب است. مثلا طعام ما 2 چیزی سیاه بود. 2 ماه میگذشت در خانه های پیامبر صلی الله علیه وسلم آتش درگیرانیده نمیشد، گفتن حضرت عایشه. بعد یک جیانشان گفتن که ما کان طعامکم یا خاله، طعاماتون چی بوده ای خاله؟ گفتن که الاسودن، 2 چیزی سیاه، آب و خرما، و حاجتی دسترخوان انداختن ندارد. بعضی انسان ها واقعا برای یک طعام 1 ساعت وقت جدا میکنن. اگر حساب کنید عمری این، بنابراین عمری اینها عمری بیفایده هست. اینها زنده هستن لیکن در قطار مردگان هستند. برای چه علما گذشتگان گذشتن 1000 سال شد. امام بخاری زیاده از 1200 سال شد در بین ما نیستن، لیکن در بین ما هستند. در تمام مشرق و مغرب، در این طرف امریکا و این طرف اروپا و آسیا و افریقا، رواه البخاری، امام بخاری روایت کرد رحمت الله علیه. امام بخاری رحمت الله علیه گفت زنده است. برای چی؟ برای آنکه آنها حیات خود را با خوردن و نوشیدن و با این خواب و با غفلت نگذرانیدند. تنام الدهر ویحک فی غطیت، حیات خود را با در خواب گذرانیدی. بها حتی اذا مت انتبهت، حتی وقتی که مردی اکنون بعد هوشیار شدی. و در معجم وسط طبرانی آمده است، اسنادش هم شیخ ناصرالدین صحیح گفتن، از جابر رضی الله عنه آمده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که النوم اخو الموت، خواب برادر مرگ است. گفتن ولا ینام اهل الجنه، بعد گفتن که اهل جنت خواب نمیکنن. خواب این برادر مرگ است. بنابراین برادرای عزیز، انشالله در پیش قبر است، آنجا دیگر جای خواب است. بنابراین کوشش کنید حیات دنیا، عمر خود و وقت خود، علل خصوص ایام جوانی که انسان روز قیامت از عموم عمرش پرسیده میشد. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت که لن تزول قدم عبد یوم القیامه حتی یسأل عن 4. روز قیامت بنده از جاش وقتی که خیس حال قدم نگذاشته، اول از 4 چیز پرسیده میشود. عن شبابه فیما ابله، از جوانیش پرسیده میشد که چی گونه گذرانید. ایام جوانی هر یک دقیقش بی نهایت قیمت است. این را به طلای و به کنز دنیا برابر کرده نمیشد.
و عن عمره فیما افنه، از عموم عمرش پرسیده میشد که چگونه فنا کرد، لیکن از خصوص جوانیش علاهیده پرسیده میشد، برای اینکه 1 ساعت جوانی بی نهایت نرخش قیمت است، اما عموم عمر بعد 40 سالگی اون طرف جوانی تمام میشد. وقتی که انسان 40 سالی پره که در دنیا زندگی کرد دیگر ایام جوانیش رفت. امام سیوطی وقتی که به سن 40 در آمدن دیگه به کوچه نبر آمدن، گفتن اکنون من پیر شدم، اکنون من قبر منتظر است. گفته 16 سال کوچه نبر آمده کتاب نوشتن، حتی تیریزه داشتن، اگر اون تیریزه که شدن دریای نیل دیده میشد، مردم برای تماشای دریای نیل از دیگر کشورها به مصر سفر میکردند. امام سیوطی میگویند که 1 مرتبه در مدت 16 سال همین تیریزه که شده به دریای نیل تماشا نکرد. میگن در همین وقت کتاب نوشت. بنابراین در دنیا 3 نفر زیاد کتاب نوشتگی است. ابوالفرج ابن الجوزی که شیخ سعدی هم در گلستانش میبیارد که استاد اجلم ابوالفرج ابن الجوزی مرا از رقص و سرودی که صوفی ها میخوانند و با برابر ذکر رقص میکنن من کرده بود. میگن که همون ابوالفرج است، از شیخ الاسلام پیشتر گذشته است، نه ابن القیم الجوزی که شاگردشون است، نه ابوالفرج ابن الجوزی کتاب زیاد نوشته است. بعد از آن شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه، بعد از آن جلال الدین سیوطی. لیکن کتاب های جلال الدین سیوطی اکثرش یا شرح است یا شرح را مختصر و ملخص کرده است یا جمع آوری هست، یعنی در کتابهاش ناقل است، سخنهای دیگرها را نقل کرده کتاب جمع آوری کرده است. اما شیخ الاسلام در اکثر کتابهاشون قائل هستند، گوینده هستند و کتاب شیخ الاسلام هم از روی عدد هم از روی صفت همه جهت از این 2 بزرگ است. لیکن همین 3 نفر در اسلام زیاد نوشته و شیخ الاسلام در ایام جوانیشون گفتن که ولا اعلم فی الاسلام احدا اکثر تصانیف منه، در دین مقدس اسلام یگان نفری رو نمیدانم که از ابوالفرج ابن الجوزی بسیارتر کتاب نوشته باشد. گفتم اینها یعنی عمر خود را غنیمت دانستند. بنابراین مصنف در دوامش گفتن که فکم انت ذا مخدوع و حتی متى لا ترعوی عنها و حتی، چقدر تو شخصی مخدوع هستی، فریب خورده شده هستی. متى لا ترعوی عنها و حتی، تو کی از این کارت باز میگردی، یعنی از غافلیت، تو کی از غافلی باز میگردی. ای فرزندم، ای شاگردم، ای دادرم، ای برادرم، هر کسی که این نظم را میخوانی و میشنوی، تو کی از غافلی باز میگردی؟ این روز که زنده هستی بازگرد، بازگشت به سوی الله تعالی کن، پایبند این دین مقدس اسلام شو. ابا بکر دعوتک لو اجبت الى ما فیه حظک لو عقلت. سپس خطاب کردند به این شخص، به گفتن که ابا بکر دعوتک لو اجبت، من تو رو دعوت دارم، من تو رو دعوت میکنم به یک چیزی که کاش اگر تو دعوتی مرا میپذیرفتی، کاش دعوتی مرا قبول میکردی، اجابت میکردی. الی ما فیه حظک این عقلت، من تو رو به یک چیز دعوت میکنم که در آن نصیبه تو هست اگر تو عقل داشته باشی. به نصیبه مکمل من تو رو دعوت کرده ایستادم. الى علم تکون به اماما، من تو رو به علم دعوت میکنم که به سبب این علم امام میشوی، پیشوا میشوی. مطاعا این نهیت و این امرت، امام مطاع میشی، امام اطاعتکار، امام ساختنه، پیشوای ساختنه، پیشوای دروغین نه، پیشوایی که یعنی به طریقی گوییم اتوماتیکی پیشوا. اماما مطاعا، امام اطاعتکار میشه اگر امرت او نهیت، اگر اطاعت کنی، اگر چی منصب نداری، وظیفه نداری، مردم تو را اطاعت میکنن. امام مالک رحمت الله علیه در کوچه میگذشتن، اگر یگان شخصی جنایتکار بینن حکم میکردن در جایش طبق شریعت
قاضی نبودند، حکم میکردند، مردمی که در کوچه بودند اطاعت میکردند و جزایش را میدادند. از جمله شیخ الاسلام ابن تیمیه در کوچه ها میگشتند، بعض شخصیت ها را میدیدند و حکم میکردند، مردم تطبیق میکردند حکم را، کسی سخن گفته نمیتوانست. اماما مطاعا. حتی امام مالک وقتی که در کوچه راه میگشتند، کسی از قفاشون آمده یه حدیث پرسید که گفتن که کیست این شخصی که مرا در حالت راست ایستادنم حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم را میپرسد او را 5 در زنید گفتن. بعد مردم گفتن که ای ابو عبدالله این قاضی مدینه هست، این قاضی هست. امام مالک قاضی نیستن، امام مالک امام مسجد نیستن حتی، لیکن امام مطاع هستن، امامی که مردم اطاعت میکند ایشان را. اماما مطاعا این امرت و این نهیت. تو یک امام اطاعتکار میشوی، امام مطاع میشه، امامی که مردم تو را اطاعت میکنن، اگر امر کنی فرماندهی یا نهی کنی، نکن گویی مردم اجرا میکنن. این حرام است، اجرا نکنید. مردم خوب شده است اجرا نمیکنن. این امر فرض است، این اجرا کنید، مردم اطاعت میکنن. گفتن کی است که مرا در حالت راست ایستادنم حدیث میپرسد 5 در زنید؟ گفتن که این قاضی مدینه است. گفتن که القاضی احق ان یؤدب، قاضی سزاوارتر است که آداب داده شود. گفتن اینها امام مطلق بودن واقعا. امروز گذشتن وظیفه یا که منصب یا لقب امامتشان از آنها گرفته نشد. این لقبی ساخته خودشان نماندن، لقب مردم داد. اماما مطاعا این امرت و این نهیت. ابو بکر من تو را به یک چیزی دعوت میکنم که اگر تو آن را گیری و علم است، نصیبه مکمل است، یک امام میشوی که امام میشوی که مردم تو را اطاعت میکنن وقتی که آنها را امر و نهی میکنی. یعنی منظور این نیست که یعنی تو علم را به همین خاطر آموزی، نه، لیکن نتیجه همین است. این دعوت به چی است؟ این امر الله تعالی است که یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. آنهایی که ایمان آوردن و علم داده شدن، الله تعالی درجه های آنها را بالا میبردارد. مرتبه اهل علم با وعده الله تعالی بلند است. الله تعالی مرتبه آنها را بالا میبردارد. بنابراین خواهی نخواهی الله تعالی برای تو مرتبه بلند میدهد، لیکن با نیت خوب تعلیم گیر. یعنی اینجا نصیحت کرده ایستادن که اگر الله تعالی تو اگر علم آموزی در راه الله سبحانه و تعالی، یک امام میشوی که مردم تو را اطاعت میکند. و تجلو ما بعینک من عشاها و تهدیک السبیل اذا ضللت. این یک علمی هست که میکشاید آن ضعیفی چشم تو را. عشاها، اگر عشاها خوانید معنای عشا ضعف البصر، خیرگی چشم. و تجلو ما بعینک من عشاها، علم چیزی است که آن ضعیفی چشم تو را با قوت میگرداند، حتی نصوص قرآن و سنت را میبینی و میفهمی. صاحب علم که شدی تو بسیار چیز را میبینی. و تهدیک السبیل اذا ضللت، اگر گمراه شده مانی به یک راه خطا روی، علم تو را به راه راست میبرارد، راهنمایی میکند. گشته از آن کجی که در رفتی میبرایی، باز به راه راست درست راه میگردی. در بعضی نسخه ها و تجلو ما بعینک من غشاها آمده است. علم چیزی است که آن پرده که در چشم داری آن را میکشاید. این هم معنای درست است. غشاها خوانیدن معناش درست است، عشاها خوانیدن معناش درست است. یعنی علم چیزی است که چشم تو را قوت میدهد، بینایی چشم تو را روشن میکنه. حتی الله تعالی هم در قرآن علم را بینایی نامیده است. قل هذه سبیلی ادعو الی الله علی بصیرة انا و من اتبعنی. ای پیغمبر بگو قل هذه سبیل، این راه من است. ادعو الی الله، من مردم را به سوی الله دعوت میکنم تا اینکه الله تعالی را پرستش کنند. ادعو الی الله علی بصیرة، من مردم را با بینایی دعوت میکنم، کورکی نه. یعنی
علم را الله تعالی بینایی نامید. کسی که علم دارد و بینا هست. بنابراین مردم عوام، عامی ها از کلمه عمیان نابینا گرفته شده است. نابینا حاجت به یک شخصی بینا دارد که از دستشان گرفته آنها را راهنمایی کند. شخصان علمدار به مردم چراغ هستند. انا و من اتبعنی، من و آنهایی که مرا پیروی کردند، یعنی علما، طالب علما، آنهایی که پیروی پیغمبر صلی الله علیه و سلم هستند، مردم را با بینایی دعوت به سوی الله تعالی میکنند. و تجلو ما بعینک من عشاها و تهدیک السبیل اذا ضللت. این علم چیزی است که ضعیفی چشم تو را میرواند، با نوری چشم، با قوتی چشم راه راست را میبینی. اگر رفت و گمراه شدی، علم تو را به راه راست هدایت میکند. و در همین قدر کفایتی میکنیم. انشاءالله در درس آینده دوام منظومه را شرح میدهیم که واقعا این منظومه سزاوار است که حفظ کرده شود. این حفظ کنید، گوش اندازید به شرحش، به متنش و به شاگردان خود و به فرزندان خود، به نزدیکان خود این را تعلیم دهید. الله سبحانه و تعالی را علم نافع و عمل صالح پرسان استیم. الله اعلم و صلی الله وسلم علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.